درود خدمت رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک دستگاه آیفون ایکس برامون اومده بود با مشکل خاموشی که قبل اینکه خاموش بشه مشکل درصد باتری داشت. بعد از تعویض کانکتور باتری درصد رو صفر میمون و بالاتر نمیرفت. و حالا زحمت کشیدن سی پی یو دستگاه رو هیت دادن و خاموش شد. حالا ما سی پی یو رو زدیم و دستگاه روشن شد، ولی هنوز اون 0% میمون و بالاتر نمیرفت. در صورتی که تمام اهما رزیستنس های دستگاه درست بود و ظاهر کانکتور و پنس هم فشار مایع کاملا اوکی بود، ولی همون 0% میموند. زمانی که اینجوری میشه، زمانی که کانکتور باتری تعویض میشه، با این حال که تمام اهمای دستگاه درسته، اینجا این قسمت چون به دلیل اینکه چسبیه این قطعات شل میشه و حالا شما میتونید با تعویضش یا سیم کشی این مشکل درصد باتری رو حل کنید. که اگه بخوام برای سیم کشیش بهتون بگم، این دو پایه که مشابه است و به هم وصله که نیاز به سیم کشی نداره، ولی این دو پایه 3 رو میتونیم به 2 سیم بکشیم و از اون برم 3 رو ما به 2 سیم بکشیم و مشکل درصد باتری شما حل میشه. موفق باشید.